آیون داداشم و خواهرام خبر دارم. اون ماشین تموم شد، آودی تموم شد، الان اومدیم تو تیوتا بریم اینم یه ویدیو براتون بگیریم. امیدوارم از این ولاگ راضی باشی. خب راضی نباشی راضیت میکنم. گرم کن بخوای. نه بابا تو اگه هر صندلی میشینی میگی گرم کن بخوای. بدون گرم کن زنده نیست. آره. خب یه دونه گرم کن یه دونه کروس. خب بچه‌ها بزنیم بریم و موزیکمون هم بذاریم. داداش موزیک می‌خوای بذاری؟ خب این موزیکو بذارم. آره دیگه بچه‌ها تا آخر ویدیو می‌بینیمتون. یه ماشین دیگه هستیم تویوتا CHR یا CHR که با فارسی خودمون بهش میگیم. بعد ماشین 2022 تازه خوشیه دستمونه. بعد پلاکش یه پلاک خیلی خاصیه، IR63 ایران 63. طراح خیلی زیبایی داره این ماشین، واقعا خیلی خوشگله. حدود موتور 180 اسبیه که موتور هیبریدی یعنی برقی و بنزینی روی ماشینه که 40 تا برقشه، 140 تا بدون برقش. خب این از این. طراح خیلی خیلی زیبایی داره، جنگولک بازه خیلی زیادی داره. واقعا از به تویوتا خیلی نمی‌اومد همین چیزایی داشته باشه. بعد پشت خیلی زیبایی داره. پشتش زیباست. پشتش واقعا زیباست. برای من این ماشین از پشت دید بهتری داره تو نسبت به جلوی ماشین. خب یعنی این ماشین هم پشتش تو اتوبان بیافتم میگم او چه ماشین خطر. خب ولی برم جلوش یاد رنج روور که میفته همین چیز برات نیست. آره. خب ماشین بنزینیه. فضای توش نسبتاً خوبه، چیز خیلی بدی نیست، به درد مسافرت ها میخوره. چیزایی که دیگه داره آپشنی که مثلا از نیروش بخوایم بگیم یعنی یه لامپش و سنسور جلو، سنسور عقب، دوربین عقب. دیگه توش رو بخوام براتون بگم یه مانیتور خیلی کوچیک داره که اگه با کابل بهش وصل بشین مپ بهت میده. بذار روشنشم کنم. دکمه هوم که بزنیم مال گوشی و ستینگ و اینا. خب البته اینجا براتون میزنه که ماشین اگه مثلا راه بیفته چقدر حالت برق داره ماشین و کدوم چه چیزی به گیربکس مثلا نیرو میده تا حرکت کنه. بعد این ماشین دیفرانسیال جلوه دیگه، کولر اتوماتیک داره، گرمکن صندلی. خب چیزایی که دیگه داریم کروز کنترل داریم. این ماشین میتونیم بگیم 80% فوله، یعنی فول نیست چون هد آپ دیسپلی نداره. دیگه چیزایی که داره این ماشین دنده اتوماتیکه، مود برقیشه و چیزایی که رو فرمون داریم مال چیز کروز یعنی مانیتور وسط و این برم برای حالت فرمون یعنی حالت رانندگی و این چیزا که میتونید رو کنسول وسط و مانیتور وسط بذارید. خب چه چیزایی باشه چه چیزایی نباشه، سنسور پارکت باشه، سنسور تصادف باشه یعنی فاصله به ماشین باشه و بین خطوط و این حرفا. دیگه پارک خودکار داره، چراغای اتوماتیک داره، گرمکن فرمون، گرمکن صندلیش هم اینجاست. چیزی که توش میمونه صندوق خیلی خیلی بزرگی نداره، فضای اتاق نسبتاً خوبی داره. آقا من یه چیزی توضیح بدم. اون راو قبلی که تستش رو رفتیم توی تا اومد اون راو و مدل‌های جدیدش رو بزرگتر کرد، بدنش رو سایز بدنه اینا همه بزرگتر شد. بعد اون بر اومد این مدل رو معرفی کرد که این اندازش تقریبا از اون مدل قدیمیه. خیلی خوبه. بعد این طراحش من تو سقفش نفهمیدم چرا انگار لوزی میشه دیگه به فارسی. آره لوزی مانند کشیده، یعنی هم اینجا هم این بر. خب اینجوری نمیدونم چرا ولی چیز طراحی خوبی داره. سقفی جیرم نیست متاسفانه. ایربگ های زیادی داره این ماشین. اتوماتیکه و شخصا توی اتوماتیک ماشین اتوماتیک خیلی دوستشون ندارم چون حسوالی بهم نمیده، انگار احساس فلج بودن به من دست میده. تو چی رضا؟
اتوماتیک من بخوام تون برم با دنده‌ای حال میکنم. چه تندی با چه اسب بخاری مثلا دنده‌ای؟ من کلا اگه بخوام پرشه تاب برم با هر ماشینی دوست دارم دنده‌ای باشه. اگه بخوام چیل کنم ریلکس کنم بشینم مثلا رم بدم اتومات زدم اون یکی پا رو اصلا نمیخواد، همین یه پایی میشه. خب بعد بشینیم یه کمربند ببندیم یه دقیقه، یه نمای خیلی ریزم میگیرم پشت فرمان 6 شکلی و رانندگی 6 شکلیه. خب این ماشینی که بخوای روشن کنی اول پاتو با بذاری رو ترمز مثل همین ماشینای دیگه اتوماتیک و روشن میشه. خب الان رو حالت برقه، ما گذاشتمش روی دی، بذاریم مانیتورش بیاد که اونجا بزنیم که با کدوم موتور میخوایم راه. خب اینجا زده با کدوم موتور الان داره راه میفته، الان زده با موتور برقیش داره راه میفته و آره دیگه مثلا اون تو 7 کیلومتر هم زده. خب که تو الان داری با موتور برقی راه میفته. ماشین خیلی نرمیه، الان مثلا رفت رو موتورش، موتور اصلی خود ماشین. بعد این وسط هم مثلا چیزایی که داری دیدین صداش در اومد به خاطر موتور سواره. اونجا سرعتت میزنی که سرعتی که اینجا مجازه بری توی این شهر که خودش بعد از یعنی کروز کنی خودش اتوماتیک میره با اون سرعت یکی میدونه اونجا رو. خب ماشین خوبیه، ماشین تو شهری یا خانواده 4 نفره بگیم، حتی 5 نفره با یه بچه کوچیک خوبه این ماشین برای مسافرت. مثلا من حالا مسافرت خیلی زیاد با این ماشین نرفتم چون ماشین تازه اومده. بعد تست میکنیم تو مسافرت و بهتون میگیم که اوکی این ماشین مثلا به درد مسافرت میخوره یا نه. حالا در آینده نزدیک ما هر موقع به درآمد برسیم یه شب تا اون ماشین بریم تو جنگل میخوام. اگه این ویدیو همین ویدیو که هستش، خب اگه این ویدیو به چقدر ویو 1 تریلیون نه خیلی زود میزنن به بچه‌ها نمیشه. یعنی امیدواریم به 100 تا ویو برسه، 100 تا به 100 تا ویو برسه رضا با تیوتا من با رنج روور میریم یه جایی یک 24 ساعت تو ماشین باشیم. 24 ساعت از ماشین نمیتونیم بیایم پایین حتی سر دشوی. ای بابا آره دیگه یه 24 بعد ببینیم نقطه ضعف منو و ببینیم این ویدیو به 100 تا میرسه یا نمیرسه. امیدوارم که برسه و من دهن رضا رو دوباره مثل همیشه سرویس کنم. ای رضا دهنت سرویس که جاده رو اشتباه اومدم. اینم از این بچه‌ها تا ویدیوی بعدی. بوس به کله تک تکتون، میبینیمتون و خدا بده.